چند ساکنی ناحیه کوهستانی مستچاه به رادیوی آزادی شکایت کردند که مقامات از آنها طلب دارند تا برای مهمانداری منصبدارانی که در عرفه سفر پرزیدنت امام علی رحمان به این ناحیه فرستاده شدند، گوشت و نان و روغن و برنج جمع کنند. از 30 عائله دهه ده هاوس طلب کردند که 50 کیلو گوشت، 50 کیلو برنج و 50 کیلو روغن بسپارند. سامانه اخبار قبلا خبر داده بود که مقامات کوهستانی مستچاه بستانسرای 3 سال پیش برای پرزیدنت ساختهشان را از دهه ولغوند کنده به دهه راغ بردند، چون که این دفعه قرار شده است که پرزیدنت در راغ استراحت کند. انتظار می رود امام علی رحمان روز 20 اوگوست از کوهستانی مستچاه بازدید کند. از ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت به رادیوی پیام خبر داده گفتند که امام علی رحمان سنه 22 اوگوست به این ناحیه تشریف می آورد. صدها معلم و خوانندگان مکتب در موسم تعطیل به آمادگی پیشوازی رئیس جمهور جلب شدند. ماشین‌های چندین صاحبکاران را برای خدمت به پیشوازی پرزیدنت از صاحبانش کشیده گرفته رقم خدمتی چسبانیدند. شرح مفصل در این باره فردا در برنامه تحلیل خبری پیام نیوز ارائه خواهد شد. گفتنی است سفرهای پرخرج پرزیدنت در سالهای اخیر به یک بار میان شکن برای بودجه‌های کسادی مقامات محلی تبدیل یافتند و رئیسان شهر و نواحی با چنین شیوه کوشش می‌کنند امام علی رحمان را به درجه عالی پیشواز بگیرند.